تخریب صدها خانه دکان در مسیر سرک دیمزنگ الی کوته سنگی. به نظر خودت تمی پروژه که فعلا در کار است او چرا دوره جمهوریت به نظرت چرا شروع نشد؟ چی مشکلات بود در دوره جمهوریت؟ والا برادر بسیار سوال خطرناک در مخ آمد یک در میکنه بیدارش رو میکنه. از زهر زمان زنندگی ما را کشت و از زخم زبان که زندگی ما را کشت. زندان تن ما جان ما زنده و گور، ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت. سلام وطندارای عزیز، وقتتان بخیر. آرزوی صحتمندی و سلامتی شما را دارم. بازم الیاس عمری در خدمت شما هستم تا یک گزارش دیگر از شهر کابل به شما تقدیم بکنم. قسمی که شما در تصویر میبینید تخریبات جریان داره به خاطر سرک از دیمزنگ الی کوته سنگی. به خاطری که این سرک پر ازدحام است، بیروبار است، به این خاطر اقدام دولت کرده که این سرک بسازد تا از بیروبار کاسته شود. در این مسیر صحبت می داشته باشیم با کسانی که مسئول هستند و همچنان با کسایی که در این ساحه خانه دارن، خانه خود از دست دادن. دیگه ببینیم پلان نظام دولت چی است که به خاطر کسایی که خانه تخریب شدن چی برشان میشه، همچنان کسایی که دکانشون تخریب شده. سلام وقت سلام علیکم دادا، وقت شما بخیر. خوب هستید؟ سلامت بخیر باشید. اسمتون چی است؟ اسم من دوریاله است. دوریاله جان، مصروف چی کار هستید؟ بیکار هستیم ولی تقسیمانی هم میکنیم. خب در این مسیر مسیرتان است، مرورتان است؟ بله. به نظرتان که اقدامی که نظام آغاز کرده به نظام چقدر مفید است؟ کار سرکسازی دیگه. بله. بسیار کار نیک است، بسیار کار خوب میشه که چهار سرکه درست میشه و از همه جا کده که بیشتر همین سرک کوته سنگی و شار دیمزنگ بسیار ازدحام هم میدید و در چهارای دیمزنگ اگر متوجه شده باشی به طرف سرک دالمان دور میخوره محترا همه قرار وقتی که اونجا ضایع میشه اگر مستقیم بره از نوبات هم تیر میشه محترا یک وقت ضایع کردن یک مریضی مش دیگه بشه دیگه با سرک جوش بخیر چهار سرکه میشی وصل میشه این در سرک کوته سنگی و کمپانی و بسیار سهولت برای مردم میشه. عبداللطیف چقدر وقت میشه اینجا کار میکنی؟ روز اول از دیگه. روز اول. خانه کجاست؟ خانه در کمپانی. خودت دیگه وظیفه خودت چی است؟ یعنی خشتا را پاک میکنه دیگه. خب بازیار پاک میکنه پس میفروشی؟ از دیگه نفر از دیگه. موضوع مزدوری است. روزمزد چند میگیری شما؟ 400. به نظر خود که تخریبات شده این سرک فقط جور میشه چقدر خوب میشه؟ خیلی خوب میشه دیگه. از راهبندان از تمام مشکلات خلاص میشه مردم. مانده نباشی. خوب هستی؟ دانجور است؟ بخیر هستی؟ خودت چی کار میکنی جان؟ آمد یک در میکنه بیدارش رو میکنه. خب نامتان چی است؟ محمد جاوید. خب چقدر وقت میشه کار میکنی جدا؟ من کار نمیکنم فقط در میکنم اصلا مرده است. فقط آمد در داشتم که چه یک چپا میکنه. سیلبین هستی؟ موضوع جاتا سیلبین است. بخیر باشی. سلام خوب جان. سلام علیکم. بسیار معذرت میخوام. خسته نباشی. سلامت باشید. خوب هستین شما؟ خوب هستین ان شاء الله. نامت چی است؟ نام زلمه است. زلمه جان. خوب زلمه جان. خودت دیگه چی کار میکنی؟ خودم بدارم می تعمیر که میبینید شما همین خشتا از زیر ما خریداری کردیم. میبریمش به خانه جور میکنیم. چند اجاره گرفت؟
والا می خشت مکمل و خریدیم دیگه 1000 دانه دیگه یک روپا دانه 1 روپا خب باز دیگه میدان میشه و گپون داره دیگه میدان میشه مال داره دیگه خیلی که از جای خود سر بخوره من بس میدان شد خانه کجاست؟ خانه به دیمزن است دیمزن خانه شما که نرفته در این سرنگ؟ نه شکر نه ما خانه ما بالا دیگه از اهمیتی پروژه بگوییم پروژه اینی سرک ساخته میشه 4 سرکه میشه می سرک به نظر چقدر خوب شد؟ این تو رگه با دولت قند قانونی سرک یک مملکتی که جور میشه یک ولایتی که میخواد جور کنیم اول باید سرک از جور کنیم اما تو فکر کن چه قرابندان داریم قانونی تعمیرهای ما این کلش به نقشه جور شده به زور پیسه جور شده در وقت جمهوریت این بهتر است که به نقشه و سیستم مکمل خوبی جور شده این بهتر است راست میگین خواستون چی است از دولت نظام یعنی پروژه را ادامه بده نظر خودتون چی است؟ والا این تو رگه پس برادر هر کس با آبادی خوش میشه بشک این که هنوز میگه دست انسان گل است و هر جایی که بخوره از اونجا گل جور میشه بنابراین برادر که تا ما با مملکت خود دست میزنیم اون گل شده میره بهتر شده میره دیگه اگر ما تو بانه خلاص ایگه پس به نظر خودت تنی پروژه که فعلا در کار است چرا دوره جمهوریت به نظرت چرا شروع نشد چی مشکلات بوده دوره جمهوریت والا برادر بسیار سوال خطرناک است ما خودم سمسر اردو بودم یعنی یک روز ما اسیر طالبان شدم طالب برای ما گفت میگه به اندازه یک سوزن که خدمت کردی برای نشان بده چپ ماندم اون مردم برای جمهوریت خدمت نمیکرد هر کس به جغم جیب خود بود اولش ما خلاصه این مردم برای خدمت میکنن بخیر باشی کاکا جان کسی که خدمت میکنه هر کس تابعدارش است و نوکرش است راست میگه هر کسی که خدمت بکنه واقعا او عزت داره احترام داره پیش مردم با ما فرق نمیکنه ازبک تاجیک هزاره افغان ما خودم پشت زبان هستم خدا و راستی هزاره خدا مثل دیدی چشم خود فکر میکنم ازبک خدا با مو رقم یعنی ما کل ما توته یک جگر هستیم کسی که خدمت بکنه به وطن ما خدمتگار نمو آدم هستم بیشک بدون شک همگی دوست بخیر باشه امر خدمت باشه قربانت سلامت باشه بخیر باشه تشکر سلامت سلام علیکم کاکا جان مانده نباشی خوب است سعادتمند است ان شاء الله خوب است کاربار بخیر میگذره چی کار میکنی خودت ما فعلا بیکار هستیم بیکار است خانه کجا است خانه در چپ قلعه شاده مسیر عبور مرور خود امیر است امیر است اینال این سرک بخیر تقریبات میشه سرک ساخته میشه 4 سرکه میشه نظر خودت چی است چقدر خوب میشه کار والا خوب میشه رابندی کم میشه فهمیدی دیگه گریبارم از آلی که کمتر میشه خیلی خوب میشه با خودت دیگه بسیار خوب میشه با خودت بسیار خوب میشه که از این راه میری نه با کلی مردم خوب میشه با موتروانا خصوصا بخیر باش کن سلامت باش بخیر باش خواندن باشید خوب است انشالله بخیر هستین نامتون چی است شفیق الرحمن هستم شفیق الرحمن جان چی مصرفیت دارین مصرف سرباز هستم سرباز هستین دیگه این پروژه که ساخته میشه 20 سرک 4 سرکه میشه چقدر خوب میشه این منطقه ماشاءالله خیلی خوب میشه ما راضی هستیم خانه کجا است خانه در فاریاب است اینجا مسافر هستین بله مسافر این رفت آمدتون در سرک است همینجا یک اتاق گرفتیم در چی است در کوته سنگی است دیگه همیشه از ایران میرین رفت آمدتم از همین راه است دیگه برای شما خیلی خوب میشه خیلی خوب میشه ماشاءالله بخیر باشین سلامت تشکر بخیر باشین سلامت چی کار میکنی خودت یعنی کار خشت جمع آوری میکنی دیگه خشتار جدا میکنی سیخ بازی سیخ جمع آوری میکنیم پس میفروشی خودت کارگر است نامه که چی است نام نظر محمد چقدر وقت میشه چه کار میکنی اینجا 4 روز شده روزمز میگیری نه این سیخ حضرت گرفتم خریدم خودت خریدی چند خریدی میره 55,000 اینجا کل سیخ هاشه بازی کارگران مربوط خودت میشه دیگه زیر دست خودت است گفتی چقدر وقت میشه چه کار میکنی 4 روز میشه 4 روز این پروژه که ساخته میشه بخیر سرک 4 سرکه میشه چقدر خوب میشه به نظر خودت بسیار خوب میشه بسیار خوب میشه
دیگه خودت خانه کجا است؟ خانه گذرگاه است. گذرگاه؟ خب بازی چه کار میکنی؟ بخیر باشی. سلامت. تشکر. سلامت. سلام علیکم. خوب هستی؟ الحمدلله خیر. نامتون چی است؟ نام من زبیح الله است. زبیح الله جان. چی کار میکنی؟ ما فعلا ریاست اطلاعات و کلتور امیر امور جوانان هستم در لغمان. خیلی خوب خیلی خوب. خانه کجا است؟ خانه ما در لغمان است. لغمان. اینجا مسافر است؟ اینجا مسافر است. امروز آمدیم. خانه نو تازه آمد. نو تازه آمدیم. بازی جا خانه خیشواس یا اتاق کرد؟ نه امروز میریم بخیر. پس میریم. اینا خوش شانس هستیم. این سرک ساخته میشه. همین 4 سرکه میشه. اینجا حتما عبور مرور دارین دیگه میشه. بله. چطور از به نظرتون این سرک ساخته شود چقدر خوب میشه؟ ما خو همینجا پیشتر کمیسی از مسئولین پرسان کردیم نه. او گفتن که نقشه سرداود خان بوده. خانواده می دکان‌ها رو تقریبا چند ماه پیش خبر داده بودیم که ما اینجا کار شروع میکنیم آقا ما خودتان بخوریم. وقتی که سرک شروع میشه جور میشه بسیار خوب میشه که در کابل بسیار موتورها زیاد است رش زیاد است. ان شاء الله برای ما آینده فایده است ان شاء الله. نه بدون شک. و مسئله دیگه که به نظر خودت به عنوان باشنده شهر به عنوان یک هموطن چرا به نظرت دوره جمهوریت این پروژه ها ساخته نمیشد که نظام امارت شروع شد؟ ما که فکر میکنیم در وقت جمهوریت پیسه هم زیاد بود، استعداد هم زیاد بود، هر چیز زیاد بود. خب کما که رشوت بازی بود، زورواکی بود، فساد اداری بود، بخاطر از این کار شروع نشد. راست میگی. تشکر. سلامت باشید. خدمت باشید. بخیر باشید. فرمانت. آقا چی رسایی داری بخیر؟ سلام علیکم. خوب هستی انشالله؟ بخیر هستی. نام چیست؟ نام سید حسن. سید حسن جان. کجا زندگی میکنه؟ خانه کجاست؟ خانه خیرخانه. خیرخانه است؟ خب جای وظیفه البته بودیم. وظیفه بود میرم اون طرف وظیفه میرم. خب یعنی مسیرتون همین راه است. دیگه این سرک ساخته میشه چقدر برای شما خوب میشه بخیر؟ والله مسیر ما از این طرف نه، من این کار داشت مسیر ما این طرف نه. ما طالع کردیم. سهولت میشه برامون. چقدر خوب میشه؟ برای کسایی که زندگی میکنن این سرک خوب میشه دیگه. سهولت برشون زیادتر میشه، رابندی خلاص میشه. بدون شک ما یک نفری که مریض داشته باشه مشکل دیگه داشته باشه تمام مشکلاتشون حل میشه اگر بشرط که خودمون نزاکت مراعات کنیم. قانونه صحیح اگر رقم بیخی بسای منطقه را چی کنن دستشون جور کنن سرکم کنن اگر قانون مراعات نکنه باز اون رابندی است. راست میگی واقعا. بخیر باشی. مرا دست بده برو بخیر بری. برای مسیر عبور و مرور خیلی خوب است، به خاطر که میبینیم مشکلات جامعه ما خیلی زیاد است، ازدحام وسایل نقلیه خیلی زیاد است و زمانی که مثلا یک مشکل پیش میشه، یک مریضی میشه یا یک اطفایه میخواد مثال عبور بکنه یا به ساحه که مثلا آتش سوزی شده است یا که مریض است میخواد به شفاخانه انتقال بکنه، در این رابندی بسیاریش یا تلف میشه یا که مثلا خسارات مالی به کسایی که اطفای زود رسیدن میتونه وارد میشه. دیگه این طبعا که جای خوشحالی است برای از که ما شاهد پیشرفت‌هایی هستیم در می حدود 2.5 سالی که تحولات آمده. دیگه ما خیلی خوشحال هستم از که مثلا سرک بزرگ میشه، ازدحام کم میشه. دیگه یک بدبختی است که حالا چیزی که هست اینمی دکان‌ها و خانه‌های مردم تخریب شده است که ان شاء الله یا دیگه قدر ناراحت نباشن. میگم مسجد و ایران کو لیکن دار آباد بکو. دیگه ای برای آبادی خود از زمین مردم است، برای خود از زمین وطن داره ما و شما. دیگه یا از این جگرخون نباشه که خانه‌شان یا دکاکینشان تخریب شد. طبعا بیکار شدن جای جگرخونی است لیکن اینا نه کار ناق نشده، به خاطر ساختن سرکی کار کردن. لیکن خدا کنه که وطندارای ما هر چیز زودتر بتونن پس سر کار شوند و مایوس نباشن از این کار، چون این برای خودشان فایده و مفادش برای خود ما و شماست. شما قسمی که مشاهده میکنید حالا هم امبولانس آمده و عبور کردن نمیتونه. دیگه این که سرک و ازدحام مثلا ازدحام ترافیکی زیاد میباشه برای کلگی جنجال است. برای وظیفه دار در سر وقتش سر وظیفهش رسیدن نمیتونه، برای معلم برای مامور
برای مریض. خلاصه از طفل تا بزرگ تا هر فرد جامعه این ازدحام تاثیر داره سرشان که هر کی میخواد به کار و به وظیفه خود برسه چون ازدحام بیشتر میباشه نمیتونه. هان سپاس میکنم از شما دیگه از بیننده عزیز. اگر در آخر هم میخوایم که یک شعر از استاد مرحوم شهریار براتون بیان بکنم. حتما چرا بفرمایید. شعر قسمی است که میگه از زهر زمان زنندگی ما را کشت و از زخم زبان که زندگی ما را کشت. زندان تنیم و جان ما زنده و گور، ای مرگ بیا که زندگی ما را کشت. البته این شعر همین دفعتا یادم آمد، گرچه این قسم شعرهای مایوس کننده مرا هم خوشم نمیاد، لیکن چون همین بر دفعتا سر زبانم آمد دیگه این را بیان کردم. اما امیدوار هستم که از این شعرها برداشت بدی نداشته باشند و شعرهای مایوس کننده و چیزی که باعث تخریب روحیه دیگراش باشه این رقم برداشت نکنند. دیگه امیدوار هستم که جور و سلامت سربلند باشه. بخیر باشید. تشکر از خودتون. موفق باشید، کامیاب باشید در همه عرصه زندگی. بخیر باشید، زنده باشید. دیگه امیدوار هستم که همه بیننده موفق و سربلند باشن. همچنان خود بخیر باشید. قربانت. خب وطنداران عزیز ناظرین، قسمی که شما می‌بینید در تصویر دیگه کار جریان داره با مسافرت زیادش. دیگه بعضی وطندارای ما هست که میان اینجا خشت از صاحب خانه میگیرن، بعضی کسا از سیخ میگیرن. دیگه امروزشون صحبت داشتیم، رسیدیم به آخر گزارش. امیدوار هستم از گزارش ما لذت برده باشین. تا گزارش بعدی که من الیاس عمری در خدمت شما قرار میگیرم، شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. وقتتان خوش.